مادر من پرنده‌ای میری دلی تویم عیبم مکن به دوری ها گر خو گرفتم پروازهای دور من بود آرزوی تو من قصد جستجوی السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستین اپی گلخمور؟ شما رو از پرس تیجیتش میدهند. در یادتون باشد یک ماه قبل همکاران ما به نوار گرفته بودن شما رو. خواستیم یک احوال شما با خبر باشیم. مهرافروز پیدا شد؟ هیچی گفت نیست فقط نگاه کختستیم نکه هیچی یگان خبر نیست. میلیسه ها چی؟ میبینند شما رو خبر میگیرند یگان معلومات میدهند؟ دو بار همون چالی کشان قطعی همون گلونی که آمده بود نگاه ایجاد شک بسیاره. گفتم دل جگری خودم خونه گفتم من شک ای تو دارم گفتم همون گلونی کشم نخواد ایت وجکتانی ما ایده یک دختر نیاوه یک دختری بود ولی یک گلونی تشبه نیاوه من دانم که داگ باشه. اپی گلخمور اگر حساب کرده بریم چند روز شد که علاقه نیست مهرافروز در خانه؟ نمیرم شاید روز یک ماه و 2 روز شد دارم یک ساله که دخترم کشم دیگه مانده من جگر 5 سلامتی مایدش دست. از درگاه خداوند دعا میکنیم که زودتر دخترتان رو دریافت کنین. از روی تلفن دخترتان 2 نفر گمانبر رو دریافت کردید و از روی موج تلفنش در نزدیکی خانه خود خانه رو یافتید. درباره همون زن سخن رفته ایستاده است. پاوله نگاهی در کار میکرده با یک دیگه لگری گلخان گفته بودم که من اکمینو ساعت 1-12 شب رفتن همون مردک قراول بوده خونش پیش همونجا ده نمونده گفته که ممکن نیست من برای کرونا ویروس تیار کردگی میجم ممکن نیست نه نمونده. شما مثلا در اینو یک خونه رو یک میدیدین یک میکفتین؟ آخی من انا بودم من دختر جان دیلم زده کشم رفته ایجا دیگه خودم بابای خودم گفتم مو اکام چیانم دومودی اکام قسمت چون رفتم اکلوب نچایی که امنیتی کلوب یک تا بچه اپام کار میکنم و تلفن کرد گفتی چرا تلفنش در لگری گلخان نشان داده. انا اکو بعد دیگه های تلفنی مهرافروز آخران بار بعد موجی تلفنش خون ترکی ورزو بخشو موسکی جنگله وای همون موسکی جنگله راست برونی دایره نشان داده دیگه موجی تلفنشی چی دایره ورزو نشان داده. تقریبا کدام روز بود آخران همون از روی موج تلفنش همون نقطه رو یافتین؟ بعدی که همین خانه همین زنگ نمونده اگه من درآمدم یک روز درست پسش میبینم که اینجا درآمد چی گفته هست نمیدونم نخواه که از دختری ایق کلام نتونه بیاید ایق خودم ما دختی که هر جا فهمیده زنگ میزنن دیشون میسوزه ویکو فرجان دختری هم مهربان بود وقتی که من پوچم نمیشه ساعت 1-2 شب رگ میکشید میگفتم داد میزد میگفت وای مهرافروز جان پوچم وای مردم میگفتم نپرید میخواست وقت خواب شیرین ده بود آوازی من میبرامد حوالو پوچه ما میمولی. آتو جان چو کردی؟ نوارا وقتی که در سامانه اینترنت گذاشتن در اونجا مردم بسیار آزرده حال شدن. پخش کنه دختر جان همه جدا همه داغوی آنند که شما همین زودتر دخترتان دریافت کنین. همه سخنهای نیک گفتن کسی در حق دخترتان یگان سخنی بدی نگفت. تعریف کردن رحمتی کلام میگن وای دختر ما صورتشو میبینیم ما وای میبینیم وای وحشه دختری بیمانه دمونه نیستن. خزیق نشوین اپای گلخمور دعا میکنیم که انشالله خدا خواهد دخترتان ساق و سلامت دریافت میکنید. میگویند که پایان شب سیاه سفید است هرگز ناامید شدن در کار نیست. هرگز این زمان خودتان میدونید که بیماری سیاه کرونا ویروس آمده است تمام نقطه های سرد بسته است. بله همین که باشد در همین تاجیکستان است. خدا منم شب و روز خواه نیستم نماز میخوانم دعاگوم که آدمی بد باشه همین دختری من در دست یا نظری بد کردم نتونه خدا جان بخد سپوریدم دخترم ای دختر محافظت کنید نگهبانش باش. از رحمت تمام برای دیوتیتون برای دستگیریتون خدا جان برکت بده. سلامت باشید خودتان را احتیاط کنید اپای گلخمور باز فرزندان دیگر دارید از این رو هرگز آزرده خاطر نشوید.
مادر من پرنده مهری دلی تویم عیبم مکن به دوری ها گر خو گرفتم پروازهای دور من بود آرزوی تو من قصد جستجوی خود پروازهای دور من بود آرزوی تو من قصد جستجوی خود اینجا گرفتم مادر مرا تو حیف نما با دعای خود تو رو قبول دارم مادر راه دو بازم مدار از سفری راه به آب دیده برای پیش و باز من گرزان که باز می روم اینقدر غم مخور گرزان که باز می روم اینقدر غم مخور مادر من پرنده مهر دلی تویم مادر من